سلام به چنل یوتیوب من خیلی خوش اومدین. امروز اومدم با یک ویدیوی بمب بالاتنه دیگه برای اینکه بازوها و بالاتنه خوش فرمی داشته باشین. توی این ویدیو همراه من باشین. دستامون رو از کنار گوش به سمت بالا میبریم با حرکت پا که باعث بشه یکم بدنمون گرم بشه که بتونیم حرکات اصلی رو بهتر بزنیم. دمبلامون رو برمیداریم، یه دونه حرکت جلو بازو، دمبل کنار گوش، یه دونه سرشونه دستمون رو به سمت بالا میبریم و دوباره تکرارش میکنیم. خم میشیم، زانوامون هم یکم خم میکنیم، دوتا دستامون رو با دمبل کنار هم قرار میدیم و دونه دونه میاریمش کنار سینمون رو برمیگردونیم. دمبلا رو کنار گوشمون قرار میدیم و به صورت تناوبی یه دونه راست یه دونه چپ به سمت بالا حرکت سرشونه رو میزنیم. همون حرکت قبلی رو الان میخوام با یه دست بزنیم. یه دستمون پایینه، اون یکی دستمون دمبل کنار گوش و میبریم به سمت بالا. Never stop.
حرکت قبل رو دستمون رو تغییر میدیم و برای اون ساید بدنمون هم شروع میکنیم به زدن. حواستون باشه دمبل بالا میره، نفس رو بدیم بیرون. خم میشیم، زانومون هم خم میکنیم، 2 تا دمبلا رو از پایین با هم میاریم به سمت سینمون که این حرکت خیلی مناسب عضله پشته. ترتیب این حرکت به این صورته که دمبل از جلوی صورت میاد کنار گوش میره بالا، دوباره اون دست که جلوی صورت کنار گوش میره بالا. روی مت قرار میگیریم روی پنجه پامون و دمبل رو میاریم تا کنار سینه و میذاریمش زمین. این حرکت مناسب عضله پشته. سایدمون رو عوض میکنیم و همون حرکت قبل رو برای اون ساید بدنمون هم میزنیم. حواسمون هست وقتی دمبل میاد بالا نفس رو میدیم بیرون. میخوایم یه حرکت بزنیم برای پشت بازومون. روی زانوهامون قرار میگیریم، دمبل رو میگیریم دستمون، آرنجمون کنار گوشمون میمونه، دست میره عقب و میاد بالای سر.
روی مت به پشت قرار میگیریم. دمبلا رو از کنار سینه میبریم به سمت بالا. دمبل که به سمت بالا میره نفس رو میدیم بیرون. Less thinking. باز به پشت روی مت خوابیدیم. باسنمون رو بالا نگه میداریم. 2 تا دمبلا رو میچسبونیم به هم و از جلوی سینه میاریم به سمت بالا. Less thinking. More feeling. یه پامون روی زانوه، یه پامون صافه. دمبل رو میگیریم دستمون و حرکت جلو بازو رو میزنیم. Less thinking. تو همون حالتی که هستیم اون یکی دستمون رو از بغل میاریم به سمت بالا. فقط حواسمون هست که آرنجمون یه کوچولو خمه. حالا ساید بدن رو عوض میکنیم و حرکت جلو بازو رو برای اون یکی دستمون انجام میدیم. دوباره تغییر ایجاد نمی کنیم و حرکت نشر جانب رو برای اون دستمون میزنیم. تکرار میکنم آرنجمون یه کوچولو خمه.
نشستیم، زانومون رو یه کوچولو خم میکنیم، دمبلا رو به صورت چکشی میاریم به سمت بالا و دقت میکنیم که آرنجمون یه کوچولو خم باشه. میخوایم ترکیب حرکت زیر بغل و سرشونه رو بزنیم. خم میشیم، دمبلا رو میاریم کنار سینه و دستمون رو از بغل باز میکنیم. به شکم روی مت دراز میکشیم و انگار که یکی از پشت داره دو دسته ما رو میکشه. به این حالت چند ثانیه مکث میکنیم. My feeling exhausted. I feel like a closed here. صاف روی شکم دراز کشیدیم. دستامون رو میاریم تا کنار سینمون، سر و گردنمون هم از رو مت بلند میکنیم و دوباره میخوابیم. روی کف دست و پنجه پا قرار میگیریم و دستامون رو دونه دونه از بغلمون میاریم به سمت بالا. حرکت پلانک معکوس رو میزنیم و چند ثانیه مکث میکنیم. این حرکت برای کل عضلات پشتمون مناسبه.
دمبل رو میگیریم دستمون، دمبل رو تا جلوی صورتمون میاریم بالا. فقط حواسمون هست تو این حرکت هم آرنجمون خم باشه. در این ترکیب حرکت جلو بازو و پشت بازو رو میزنیم. صاف یه جلو بازو میزنیم، خودمون رو خم میکنیم، دست به سمت عقب پشت بازو. دیوار یه دستمون رو میگیریم به دیوار، اون یکی دستمون دمبله، دستمون رو صاف و خم میکنیم. این حرکت مناسب پشت بازوه. برای اون یکی دست فقط حواستون باشه بچه‌ها، دستتون از آرنجتون خم و صاف میشه، نه از کتفتون. حرکت نشر مقابل تک تک رو میخوایم بزنیم. دمبل رو میگیریم دستمون و دستمون رو تک تک میاریم به سمت بالا. با قدرت حرکت آخرمون رو میزنیم. دمبل کنار گوش به سمت بالا پرس میکنیم.
تبریک میگم به کسایی که تا اینجای ویدیو همراه من بودن. واقعا آفرین بهتون. میریم سراغ حرکات کششی تا سرد کنیم و ورزش امروزمون رو تموم کنیم. مرسی که توی این ویدیو همراه من بودین. اگه ویدیو رو دوست داشتین لایک کنین، برام کامنت بذارین و منو به دوستاتونم معرفی کنین تا اونا هم بتونن با من ورزش کنن. تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.